به نظرتون من باید چیکار کنم که معروف بشم؟ شما صدات به نظر خوب میاد، حالا قیافه و تیپ آنچنانی نداری. برو این نمایشگاه ماشین استخدام شو به عنوان نظافتچی. هر روز صبح به صبح 2 تا ویدیو انگیزشی تولید کن، منتشر کن. داداش نوکرتم، تو رو قرآن به من بگو من چجوری میتونم معروف بشم. به سیست میاد آدم دعوایی و لاتی باشی. برو لات مجازی شو، تضمینی 5 ماه معروفید بلا شک. یا علی. آقا من چیکار کنم معروف بشم؟ شما خانم با همین ناز و اشوه میری جلو دوربین، داب اسمش موزیکای خارجی یا ایرانی و ترند شده رو انتخاب میکنی، میکاپ میکنی، قبل میکاپ، بعد میکاپ، در حین میکاپ. برو یا علی 6 ماه معروفی. جناب من سوپر دکترای اقتصاد دارم، چیکار کنم معروف بشم؟ شما ترجیحاً برو دوربین مخفی بازی کن و مردم انگولک کن، اذیت کن. امیدوارم یه اتفاق برات بیفته. آقا من خواننده ها رو خیلی دوست دارم، چیکار کنم معروف بشم؟ خب شما تشریف ببر جلو دوربین، روسری بردار، خودتو خفه کن تا جایی که یکی دیگه از تو قیافت بزنه بیرون. اون شخصیتی که از تو زده بیرون، اون شخصیت معروف شده توه. برو 5 ماه معروفی.